بین اون همه تیم خفن پورتو و موناکو چجوری به فینال چمپیونز لیگ رسیدن؟ فینال 2004 CL پورتو 3-0 موناکو رو میبره. مورینیو که سال قبلش جام یوفا رو واسه پورتو برده بود حالا چمپیونز لیگ میگیره. ژوزه وقتی میره سمت هوادارا زمزمه ها رو میشنوه، این مرد فصل بعد میخواد بره چلسی و واقعا هم از این سکوی پرتاب رفت به سمت چلسی و تاریخ سازیش. تو این فینال نه زیدان داشتیم، نه رونالدینیو، نه دل پیرو، نه بکام، ولی ستاره‌های دو تیم غیر منتظره کیا بودن؟ پورتو با دکو و کاروالیو، موناکو با لودویگ جولیو و فرناندو مورینتس که بازیکن قرضی رئال بود اصلا. فینال 2005 معروف به معجزه لیورپول تو استانبول. میلان تو نیمه اول با گل مالدینی تو دقیقه 1 و گل‌های کاکا و کرسپو بازی رو 3-0 میبره. اما لیورپول تو نیمه دوم در عرض 6 دقیقه یعنی 54 تا 60 با گل‌های جرارد، اشمیشر و ژابی آلونسو بازی رو 3-3 کرد. همه از جرارد میگن، اما من از دودک میگم با حرکات عجیبش پنالتی میلانو گرفت، مخصوصا پنالتی شفچنکو رو. گریه کاکا، واکنش کرسپو بعد دیدن نتیجه تساوی 3-3، دودک که دستاشو به سمت آسمون باز کرده بود و شعار معروف تو هیچ وقت تنها قدم نخواهی زد. بریم سراغ فینال 2006. آرسنال و بارسا توپچی‌های لندن برای اولین بار به فینال CL رسیدن. بارسا با ستاره‌هایی مثل رونالدینیو، اتو و ژاوی و البته لئو مسی جوان که به خاطر معصومیت غایب بود. دقیقه 18 لنسیمن اخراج شد. اولین اخراجی تاریخ فینال CL. آرسنال 10 نفره یه گل پیش میفته، سول کمپل، اما دقایق پایانی مهاجم سوئدی بارسا یعنی لارسون پاشو تو زمین میذاره و ورق برمیگرده. اتو دقیقه 76 گل تساوی، ویلیتی مدافع تعویضی دقیقه 81 گل پیروزی. رونالدینیو اون شب مثل همیشه نبود. ونگر هنوز میگه اون فینال با مال ما میشد. و حالا فینال 2007 انتقام میلان از لیورپول. کامبک میزنی بچه پر رو. فینال 2005 تکرار شد، میلان لیورپول. اینزاگی دبل میکنه، درکویت دقایق پایانی فقط یکیشو جبران میکنه اما فایده نداره. اینزاگی مثل بچه‌ای که عصب بازیشو پس گرفته خوشحالی میکنه. کاکا با چشمانی آرام جام رو بالا میبره. مالدینی خونسرد تو 39 سالگی آخرین چمپیونز لیگشو لمس میکنه.